سلام دوستان. حالا باشد با شما فرمولای شاتزه یا اینکه با زبان انگلیسی کاونتر رو نشان میدهم. این فرمولا هم تکست و هم رقم را حساب میکند. مثلا تاب نام ها رو انتخاب میکنه. یک بار دیگر تاب رو مینویسیم. 15 نام حساب کرد. اگر ما در اینجا یک نویسیم هم عوض نمیشود یگان چیز. همین 15 ماند. اگر به شما درس پسند آمده باشد تکمچه لایک رو زیر کنید و ابونه شدن رو فراموش نکنید. در امان خدا.